این مراسم خیرباد با اصلانشاه رحمت الله است. او هنرپیشه خلقی تاجیکستان، هجونگاری شناخته و کارگردان نمایش‌های تئاتری بود و بیش از 50 سال عمرش را به تئاتر و سینما بخشید. حالا صدها هوادار صنعت و هنرمندان و کارگردانان برای ویدئو با اصلانشاه رحمت الله در نزد خانه‌اش در دوشنبه جمع آمده اند. آنها از نقش‌های آفریده و خدمت‌های در راه فرهنگ کرده اش یاد آوردند. مراسم جنازه هنرمند در مسجد نوی جامع دوشنبه به نام امام اعظم برگزار گردید. اصلانشاه رحمت الله سال 1954 در ناحیه واسع دیده به دنیا گشوده اینستیتوت عمومی اتفاقی کینماتوگرافی شهر مسکو را ختم کرده است. همکسبانش میگویند رحمت الله با وجود آنکه در عائله سیاستمداری معروف نیزار محضریپا و بوایه رسید، ولی مردی خاکسار و بی‌کبر بود. از سال 1975 در تئاتر لاهوتی به هنرپیشگی پرداخت و در نمایش‌های معروف چون گاملت، کاروان بخت، حادثه‌های غیر عادی، گلیم کبود، شاه لیر، راهزنان، مردان نمی‌گریند، وقت شهر خوابیده است، غروب عجم و غیره نقش بازیده است. این چی سیری؟ شام آهم ستاره ها نشان میدن. رحمت الله در نمایش قصه عجیب و غریب از روی اثر گربه و موش عبید زاکانی نقش شاه موشان را بازی کرده است. از این نمایش با این تعبیر معروف گشت: از گناهات گذشتم این سو گذر. در همین نمایش من وزیر موشان و اصلانشاه شاه موشان را بازی میکرد و از همین جا همچون شاه معروفیت پیدا کرد و استاد عبیدالله رجب میگفتن که من همینقدر کارها کردم، همینقدر صحنه ها، همینقدر در رشته حج چقدر کارها کردم، ولی تو با یک جمله که از گناهت گذشتم ایسو گذر، یعنی که چقدر در بین مردم شهرت پیدا کرده. سال 1994 با تأسیس تئاتر آینه، هنرپیشه خلقی تاجیکستان عبیدالله رجبوف او را به کار دعوت کرد و تا آخر عمر رحمت الله در اینجا فعالیت نمود. در تئاتر آینه چند وقت باز هم هنرمند، هم کارگردان و هم سناریو نویس بود. خوشبختانه من از تقدیرم، از قسمتم، از زندگیم راضی هستم که تا 30 سال همه رو استاد همکاری کردم. متاسفانه تلفاتی که برای تئاتر ما شد من گفتن نمیتوانم. متاسفانه امروز او توانستنی که آمد و نقش خودش رو در دنیا موند و پدرود کرد با ما. افسوس.